дуруд шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо рамани гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одина аз силсилаи хониши бадиӣ. гуфтори 14. низом дар умри кӯтоҳи худ бо чандин дузду каллабур рӯбарӯ шудааст. хашму ғазаби бисёр مردان را برید. نظام پسری تاشبنگی چی میگوید؟ میگوید که من مرگن را در عمرم یگان بار هم ندیدم، با او خصومتی هم ندارم. یعقوب پران گفت، من پراندم. مرگن تنها روز دیگر قریبی چاشت به کار برآمد. وی استاخانه را چرخ زده رفت تعمیر تراکتورها را خبر گرفت و بعد به بوکالتریا در آمده به سر استال خود نشست. در بوکالتریا بجز شرافت خاله کسی دیگری نبود. همه به تنفس نصف روزی برآمده بودند. دختری از دوشنبه آمدگی دست یعقوب را بریده است. گفت به جای جواب سلام شرافت خاله، اگر نبریم میموری گفته است. آره، مرگن از این آگاه بود. این سحری هم حکیمی و هم نظامی سرخ به خانه‌اش تلفن کرده این خبری مشعوم را رساندند و تأکید کردند که از خویشاوندان علل خصوص از برادران و جیانهای یعقوب احتیاط باشد. مرگن در جواب حرفی نگفت. حسنیه و پدرش از کار رفتند. خبر داد شرافت خاله، به عریضه‌شان به جای شما معاونتان کمال خان امضا کردند. مرگن باز در جواب حرفی نگفت. آنها خیلی وقت خاموش نشستند. شرافت خاله با دقت قیافه مرگن را مشاهده می نمود. کنی
سخنهایش با او چه خیل تأثیر میکنند. قیافه میرگن آرام و متفکرانه بود. کاری خوب نشده است. باز به گپ سر کرد شرافت خاله. مردکی بیچاره اکنون یک دسته شد. باز دستی راستش نیست. اکنون وی با یک دست چیکار میکند؟ میرگن در اول آتش گرفت. این چی گپ؟ این زنک هم طرفی آن بزدلی یاغی را میگیرد. بعد به خاطر آورد که شرافت خاله طبیعتاً زنی رحمدل است. بنابراین آتش خشمش را فرو نشانده با آواز آرام گفت: کی به وی گفت که به من تیر زند؟ کی؟ بعد از اندکی توقف با آوازی پست و محزونانه علاوه نمود: پسری تاشبنگی در وقت استنطاق اقرار شده است که در اول راست بر رویم تیر زدنی بودند، اما سراسیمه شدند. در وقتش آتش کشاده نتوانستند. بعد به تخت پشت و گردنم زدند. فهمیدید؟ میدانید اگر بر رویم میزدند چی میشد؟ ممکن بود که مرا کور کنند. میرگن باز آوازش را بلند کرد: ها ها، کور کنند. دلتان به من نمی سوزد و با آن گریزه یاغی می سوزد. دلم به تو می سوزد میرگن جان، به تو، گفت با تبسم مهربانانه شرافت خاله و از جایش خسته به نزد میرگن آمد و سرش را سیله کرده زم نمود. چرا آدمان نغز بخت ندارنده؟ چرا؟ و به جواب میرگن منتظر نشده از خانه برآمده رفت. میرگن خیلی وقت پاپیراس کشیده نشست. کارش خیلی بسیار بود، اما به کار هیچ میلی نداشت. در آخر از بوغالتریا برآمده راه خانه اش را پیش گرفت. در راه تپانچه‌اش را از کیسه شیمش برآورده به کیسه شینیلش انداخت. اکنون دستی راستش را به کیسه انداخته و دسته تپانچه‌اش را فشرده راه میپیمود. در کوچه های زرگر هر گپ شدنش ممکن. در سال 36 در روزی روشن از پس دیوار خانه ویرانه معلم آموزشگاه پداگوژی ملا شریف را با سنگ زده کشتند. در سال 37 مخبری گزیته مرکزی محمد صفا را در نزد دروازه‌اش 7 کارد زدند. میرگن بعد از اندکی خود را به دست گرفت. نه، ملا شریف و محمد صفا گپی دیگر و او گپی دیگر. همه در زرگر میدانند که او دایما همراه تپانچه گرفته میگردد و دایما تیرش بی خطا به نشان میرسد. بنابراین هیچ کس برای به او حمله کردن جرأت نخواهد کرد. اکنون او را تقدیر حسنیه بی‌ضابطه میکرد. بله، این جوانزن مهربان و ستاره گرم به طفیل او در زرگر بدنام شد. بله به طفیل او را در آن روز چی بلا زد که این نامعقولی را کرد؟ تمامی راه این فکر از مینه‌اش دور نمی شد. حالا از شادی و رفتار کودکانه خود در آن روز سخت خجل بود. چنان خجل بود که دو رخساره‌اش آتش گرفت و تخت پشتش را عرق پخش کرد. میرگن دری خانه‌اش را از درون قلف کرد، زنجیرش را انداخت و از آشخانه تخته را یافته آورده و در تیرگک ماند. بعد از این به بالای دیوان دراز کشید. خوابش نه آمد که نه آمد. تقدیر حسنیه هیچ از مینه‌اش دور نمی شد. اکنون مناسبت شوهرش با او چه خیل می شده باشد؟ مردم در حق او چی می گفته باشند؟ بله، اکنون نامش را با بدی می برارند. برای از این فکر و اندیشه ها خلاص شدن مجبوراً درباره اسد فکر کردن گرفت. باز نشد که نشد. بجای اسد گونه های از شرم سوپ سرخ و چشمان شرربار و خجالت آمیز حسنیه به پیش نظرش جلوه‌گر می شدند. میرگن باز شینلش را پوشیده به بیرون برآمد. در مابین حولی کمتر فکر کرده ایستاد. بعد از قزناقچه 2 کنده کلان سرپیچتاب را برآورده کفاندن گرفت. کنده ها چویان بر این سخت بودند. میرگن شینلش را کشیده پرتافت. هوا خیلی سرد بود. با وجود این سر و گردنش را عرق زیر کرد. کنده ها را میده کرده هیزمشان را به قزناقچه در آورده پرتافت.
به کار سرگرم شده چخل گذشتنی وقت را نفهمیده ماند. به ساعتش نظر افکند. ساعت به 6 نزدیک می شد. حالا درباره خوراک شام فکر کردن لازم بود. مرگن یک بغل هیزم گرفته باز به خانه اش روان شد. با آتشدان علاو ماند. در اول خواست که برای خود کمتر آش پزد. بعد از فکرش برگشت. با یک سری قاق اینقدر تشویش و تردد چی لازم؟ نان و چای هم شدن می گیرد. مرگن در این فکر و خیال بود که کسی در را گفت. زود تپانچه‌اش را از کیسه شینل گرفته به کیسه شیمش انداخت و به سوی در روان شد. در نزد در بزرگخان تبسم کنان می ایستاد. مرگن مهمانش را به خانه در آورده به سر استال شناند و خودش از مقابلش جای گرفت. بزرگخان سمکه دستش را به تگ استال مانده باز به چشمان مرگن با تبسم چشم دوخت. آوازه مناسبت مرگن و حسنیه در تمام زرگر پخش شده به گوش او هم رسیده بود. بله، در زرگر چنین آوازه ها بر قاسا پهن می شوند. برای این نه تلفن لازم و نه تلگراف. بنابراین به چشمان مرگن نگریسته با تمسخر از دل می گذراند. بله، این خپک هم بلا بوده است. بیهوده نگفتند که شوخکان لبلبی بام، خپکان کار تمام. از وفات زنش 1 سال نگذشته این خیل نامعقولی؟ بلا، در حقیقت هم بلا. سلیقه‌اش هم بد نبوده است. حسنیه زیباترین جوان زنی دیه. تو امروز خیلی خرسند می نمایی؟ پرسید مرگن بعد از خیلی مشاهده کردن تبسم مهمانش. ها، امروز دعوتنامه گرفتم. بعد 2 هفته به جنگ می روم. بنابراین می خواستم که کمتر با شما نشسته چخچخ کنم، گفت بزرگخان و سمکه را به بالای استال مانده از آن 1 شیشه عرق، کمتر گوشت یخنی و 2 تا نان برآورد. عجب زمانه، عجب آدم های. بعضی ها از جنگ گریخته به مشخانه ها جای می شوند. بعضی ها اختیاری به جنگ می روند و باز از این خرسند. خطاب نبود مرگن یعقوب مگزینچی و پسری تاشبنگی را به خاطر آورده. لیکن شادی بزرگخان از دیگر جهت بود. وی امروز بعد چاشت تصادفاً به سابق نامزدش واخورد. خودی واقعه از راه باز ایستاده او را به گپ گرفت. واقعه چون در ایام دختریش خیلی سرگپ، سرخنده و سرنازونوز بود. بزرگخان سبب به مرگن تیر زدن یعقوب را نیز از او فهمید. بزرگخان بعد شنیدن چنین اخبار خود را 1 قدم به قفا کشیده با طرز و اضطرابی ساخته گفت: باز خوجینتان مرا دیده به من تیر نزنند. سابق نامزد و محبوبش به این شوخی سرفهم رفته با تبسم لطیف جواب داد: اینقدر نترسید. خوجین 3 روز باز در دوشنبه. و بعد از اندک توقف با قطعیت به چشمان سابق عاشق و نامزدش چشم دوخته با یک آهنگ داوطلبانه زم نمود: اگر دل و گرده داشته باشید امشب بعد ساعت 10 به خانه بیایید. من دروازه و درها را قلف نمی کنم. بعد از این گویا از گپ‌های گفته شرم داشته باشد، نوک روی مالش را با دندان گزید و یک باره به قفا برگشته راه خود را پیش گرفت. بزرگخان در جایش شخ شده ماند، چون که به چنین تکلیف چشم نداشت. تنها وقتی که واقعه به کوچه بیناکاران خم خورد به خود آمد. انا بنابراین از زنش اجازت گرفته و دسترخوان کرده به نزد مرگن آمد. به زنش گفته بود که ممکن است از نزد مرگن دیر آید و یا در همان جا خواب کند. در اصل وی میخواست که تا ساعتهای 10-11 در نزد مرگن نشسته بعد به نزد واقعه رود. بزرگخان رسا ساعت 10:30 از نزد مرگن برآمده راه کوچه بیناکاران را پیش گرفت. انا به دروازه شناس نزدیک شد، اما دلش به مانند سالی گذشته گوب گوب نمیزد. یک به گرد و اطراف نظر افکنده آهسته دروازه را گشاد. روی حولی ساکت بود. به ایوان در آمد. دری خانه را تله داد. در گشاده بود.
به دهلیز وارد شد. پایش به ستیل برخورد. ستیل تقراز زنان افتید. بزرگ خان یک قد برید. دلش شوفی کرده رفت. دست و پایش بیمدار شد. کیست؟ شنیده شد آوازه. این آواز شناس به او باز قوه بخشید. بزرگ خان اکنون دید که در کتف چپ دری کشاده به آن سوی قدم ماند. در پیشگاه خانه سفیدی میتافت. بزرگ خان فهمید که این سفیدی جای خواب محبوبش. در و دروازه را قلف کردید. شنیده شد از آنجا باز همان آواز. بزرگ خان حرفی نگفته باز به بیرون برآمد. حلقه دروازه را انداخت و در دهلیز را از درون قلف کرد. سپس به سر جاگه محبوبش آمد. محبوبش چقر چقر نفس می گرفت. یا خواب بود یا خود را به خواب می زد. بزرگ خان چند دقیقه در بالای سرش راست ایستاد و چون از او حرفی نشنید لباسش را کشیده با باوری به درون جاگه در آمد. گویا این جاگه نه جاگه مرد دیگری بلکه جاگه خودی او باشد. قریبی های صبح کاذب سابق نامزد و محبوبش که اکنون به قول مردمی تکجایی هم خوابش شده بود او را بازوری از خواب شیرین بیدار نموده از دروازه بیرون کرد. آره، در نزد دروازه چند ثانیه نگاه داشته قول گرفت که امشب هم می آید، فقط بر وقت تر، بعد از ساعت 9. هوا خیلی سرد بود. بزرگ خان به کجا رفتنش را نمی دانست. حالا نه به نزد میرگن رفتن ممکن بود و نه به خانهش. گوشک تلپکش را فراورد. سرش را به بین کتفانش کشید و دستانش را به کیسه پلتوش انداخته با کوچه بی آدم و خاموش و ساکت قدم زدن گرفت. وی اکنون فکر میکرد. درباره حادثه امشب فکر میکرد. آره، محبوبش در نوازش و در هنگام قرابت نغمه های بسیاری داشت. حتی حلیمه که با او 3 شوهر را دیده بود این خیل نغمه ها را نمی دانست. بزرگ خان در اول نوازش و نغمه های محبوبش را به خاطر آورده حلاوت می برد. حتی افسوس می خورد که حلیمه در چنین مسئله ها این خیل کاردان و چست و چالاک نیست. ناگه فکری مدهش معنیش را سوزاند. اگر در وقتش حبس نمی شد و واقعه را بزنی می گرفت، واقعه با دیگر طالبان و عاشقانش نیز همین خیل معامله می کرد. ناگه در دلش یک احساس کراهت انگیزی پیدا شد. به نظرش چنین می نمود که او را سر تا پای به اخلاط جولاندند. بعد از این احساس در دلش یک خواهش پرزور، تیزتر شستشو کردن، از این کثافت تازه شدن پیدا شد. راه حمام را پیش گرفت. بزرگ خان دیگر به خانه سابق نامزدش نرفت. وی بعد از آن شب با زنش خیلی مهربان و خوش معامله شده بود. حلیمه و ماشه خاله این تغییرات را مشاهده کرده سخت حیران می شدند. در نیمه دوم ینور شدت سرما به کلی پسنده شد. اکنون قریب هر روز بارانی نرمکک می بارید. باران برفی دشت و وادی و پشته های دامنه کوه را آب کرد. در آخر ماه باران نیز قطع گردید. 2 هفته باز در آسمان صاف آفتاب عالم آرای یکه و تنها سیر می کرد. وی هنوز کم قوت بود. حرارت کذایی نداشت. با وجود این نمی پشته های آفتاب روی پرید و در بالای آنها سبزه دمید. از زمین بوی بهار می آمد. تپش دل زمین طرف بلندتر می شد. طبیعت در عرصه تجدد و احیا بود. میرگن فصل بهار را با وجود آنکه 10 سال باز به او به دیرکتور امتیاز تشویش و تردد بسیاری می آورد نهایت دوست می داشت. در این ایام خود را به قوت، شاد و خرم و چست و چالاکتر حس می نمود. اما امسال بهار هم به دلش نمی خنجید.
این سحری نظام سرخ باز تلفن کرده خبر داد که یعقوب مگزینچی دیروز از کسلخانه برآمده زنش را 3 طلاق کرده از خانه‌اش رانده است و قسم خورده است که تا خون میرگن را نآشامد آتش دلش پسنده نخواهد شد. بسیار آدمان، حتی قاسم بابایویچ و شرافت خاله که در زرگر چون زنی شوهر پرست، پاک دامن و راست قول شهرت داشت، به میانه در آمدند، اما یعقوب را به توفیق آورده با زنش آشتی داده نتوانستند. به وی نه پند و اندرز قاسم بابایویچ تأثیر کرده است و نه شهادت و قسمهای شرافت خاله. میرگن در جواب حرفی نگفت. خوش اگر توانند مرحمت خون او را آشامیدن گیرند. او را حالا تقدیر حسنیه هم بی‌ضابطه نمی کرد. میرگن در عمر کوتاه خود یعقوب بر این مردان را بسیار دیده است. آنها در سر جهل و یا از تشدد رشک همسرشان را 3 طلاق می کنند، اما بعد از 2-3 روز پشیمان می شوند و کوچه به کوچه دویده یگان ملای وجدان فروش را یافته آورده و عوض مبلغ زنی خودشان را باز به خودشان نکاح می کنانند و باز چون یک جفت کبوتری نولانه با سرگرمی و جذابیت زندگی کرده گشتن می گیرند. حالانکه چنین زن موافق شریعت تنها بعد حلال فرمودن باز به شوهری خودش رسیده می تواند. بله، میرگن این خیل مسلمانان کاواک را بسیار دیده است. یعقوب هم یکی از آنهاست. وی مسلمانان کاواک را از بلا هم بدتر می دید. یا مسلمانی حقیقی باش یا کافری حقیقی. میرگن باوری داشت که یعقوب بعد 1-2 هفته از این اقدامش پشیمان شده باز با زنش آشتی خواهد کرد. خیر آشتی نکند هم بلا به پسش. حسنیه جوانزنی خیلی زیباست، دیگرش را می یابد. حالا میرگن را چیزی دیگری عذاب می داد. از پسرش قریب 1 ماه باز مکتوب نبود، حالانکه پیشتر هر هفته 1 تایی مکتوب می نوشت. و بالاکاری این امروز باید 3 دوست جانی، 3 جگرگوشه خود، بزرگخان، ابو و خاله بچه‌اش محمود را به عسکری گسیل می کرد. آنها در حقیقت به او دوستانی جانی بودند. درباره خاله بچه‌اش حاجتی گپ هم نیست، آخر وی خویش نزدیک است، جیگر است. بزرگخان را با وجود بادگی و سبک فکریش نیز چون برادری هم بد نغز می دید، اما با ابو مهر و توجه مخصوصی داشت، چون که ابو در صغیرخانه کلان شده از نوازش و مهر و محبت پدر و مادر محروم بود. خودش ابو را بعد از ختم کردن مکتب 7 ساله به کار قبول نمود، خودش تربیه کرد و خودش تا به درجه جانشین سربوخگلت رساند. در ظرف 3 سال به ابو دل بست و چون پسرش دوست داشت. ابو جوان مردی با فراست بود. همه این را ادراک و احساس می نمود و هر یک سپارش میرگن را زود و با ممنونی اجرا می کرد و اگر کارش به میرگن خوش آید سرش به آسمان می رسید. انا امروز هر 3 آنها زرگر را ترک خواهند گفت. کی می داند آیا باز دیدار به دیدار می رسد. میرگن به حولی کمیسریت حربی نزدیک شد. دیجه و لابه، صدای تار و سرودخانی و آواز گلدراسی افسران کمیسریت حربی به هم آمیخته به فلک دکه می زد. چشم میرگن پیش از همه به محمود افتاد. محمود، پدر و مادرش، 2 پسرچش و لطفیه در نزد دروازه دوره گرفته می ایستادند. چشمان لطفیه ورمیده بود. سخنان محمود که به زنش می گفت به گوشش رسید. تو اکنون به جای من از پدر و مادرم و بچه ها با خبر باش. میرگن با آنها واخوری کرده کمتر همراهشان گپ زده ایستاد و بعد به جستجوی بزرگخان و ابو برآمد. زود آنها را یافت. در یک کنج حولی بزرگخان، حلیمه، مشه خاله و ابوی و شرافت خاله دوره گرفته بودند. شرافت خاله مخصوص برای گسیلاندن ابو برآمده بود. آنها خیلی وقت از این سو و آن سو صحبت کردند. بعد افسر به پیشایوان کمیسریت حربی برآمده با آواز رعد مانند خود فرمان داد که دعوت شدگان
با خویشاوندانشان خیر و خوش کرده صف کشند. شرافت خاله ابو را به آغوش کشیده و از دو رخسارش بوسیده گفت: خیر ابو جان، اگر حسن و حسینی مرا بینی گوی که تیز تیز خط نویسند. حلیمه خاموش از پیشانی بزرگخان بوسید. وی امروز عموما خاموش بود، چون دیگر زنها گریه و لابه نمی کرد و به شوهرش که او را به چنین کاری خطرناک می گسیلانید حرفی نمی گفت. مرگن اول ابو و بعد بزرگخان را به آغوش کشیده خیر و خوش کرد و به نزد خاله بچه‌اش روان شد. اکنون 3-4 قدم مانده بود که ناگاه به سیف دکه خورد. سیف مشوش و پریشان خاطر می نمود. وی ثانیه به مرگن با تحیر نگاه کرده ایستاد و غرونگاز زد: بعد نیم ساعت یک به نزد من نمی درایی؟ دعوت شدگان صف کشیدند. باز همان افسر فرمان داد که به ماشین ها سوار شوند. دعوت شدگان به ماشین هایی که از شهر آمده بودند سوار شدند. ماشین ها بعد از چند دقیقه به راه در آمدند. گریه و فغان زنها به آسمان دکه خورد. مرگن خیلی وقت از پس ماشین ها نظاره می کرد. انا به تلی شورخاک رسیدند و به سمت شمال تاب خورده از نظر غایب شدند. بعد به قفا نظر افکند. اکنون حولی کمیسریت حربی قریب خالی بود. یک آهی چقوری کشید و به نزد سیف روان شد. مرگن در را کوفت و بعد از اجازت گرفتن به کابینت وارد شده در نزد در باز ایستاد. سیف در پس استالی کلان خطنویسی می نشست. در روی استال چراغ روی استالی فروزان بود. سیف عینک بر چشم سراسیمه‌وار چیزی می نوشت. وی از بالای عینک به مرگن یک نظر افکنده گفت: بیا مرگن جان بیا، و سراسیمه‌وار کاغذهایش را دسته کردن گرفت. مرگن تا کاغذها را دسته کرده به غلدان انداختنی سیف در نزد در نگاه کرده ایستاد و تنها بعد از این به سوی استال قدم نهاد. مردکی با فراست این کاری مرگن را دیده از دل گذراند سیف. وی آدمانی را که راست به نزد استال آمده به کاغذهایش نظر می افکندند بد می دید. وقتی که مرگن به استال نزدیک شد سیف از جایش خیست. آنها راست ایستاده دست یکدیگر را فشردند و بعد در مقابل یکدیگر نشستند. سیف بعد از احوال پرسی معمولی تگمه الکتریکی پایه استال را پخش نمود و بعد از چند ثانیه افسری جوانی بلند بالای پیدا شد و در نزد در پاشنهایش را به هم کوفته قامت افراخت. سیف حرف نگفته چاینک روی استالش را به او دراز کرد. مرگن قیافه سیف را مشاهده می نمود. در وقتهای آخر به مویش خیلی سفیدی افتاده است. رویش خیلی پژمرده شده است. به دو کنج لبش 2 آژنگ چقور لانه گذاشتند. چشمانش سرخ و رمیده مضمون بیدارخوابی می کشد. بعضی دنیا بیخبرها گمان می کنند که کاری کمیسری حربی آسان است. غرونگاز زد سیف و بعد به مصاحبش چشم دوخته سخنش را ادامه داد: انا من باز زیاده از 200 نفر را فرستادم. تو گمان میکنی که به کجا فرستادنم را نمیدانم؟ از تقدیر آنها، آینده آنها فکر نمی کنم. خونی جگر نمی شوم. آنها خیلی وقت خاموش نشستند. مرگن حیران بود. نخواد سیف او را محض برای همین گپ ها جغ زده باشد. همان افسری که چاینک خالی را برده بود چای دم کرده آورد. مرگن چایکشی را به عهده گرفت. احساس می نمود که سیف او را نه برای این خیل گپ ها، نه برای نوشیدنی چای، بلکه برای گپ دیگری مهمتری به نزدش دعوت کرده است. پسرهایت چه خیل؟ پرسید مرگن بعد یک پیالگی چای نوشیدن. خط می نویسند. سیف بود و شد 2 پسر داشت و هر 2 کسب پدر خدمت حربی را اختیار کرده بودند. با کلانیش خطی سیاه آمد. گفت سیف بر روی استال چشم دوخته با آواز لرزان. مرگن پیاله در دست در جایش شخ شده ماند.
کی؟ 2 ماه شد، گفت سیف هنوز هم از روی استال چشم نکنده. آنها باز خیلی وقت خاموش نشستند. میرگن نمیدانست که چی گوید، چی هم میگفت. در چنین مورد نه سخن تسلی بخشیده میتواند و نه پندی و نه حکمتی. بنابراین خاموشی اولاتر بود. 2 ماه باز خودم از نام پسرم خط می نویسم، خودم به خانه می برم و خودم به زنم خوانده می دهم. وای بیچاره، خطی مرا از خطی پسرمان فرق کرده نمی تواند. چشمش خیلی کم نور شده است. سیف از کیسه‌اش قطعی کازبک را برآورد. هر دویشان یکتایی پاپیروس دود کردند. سیف دودی پاپیروس را حلقه حلقه به شیفت سر داده زم نمود. به هر حال به ما، به مردها نسبت به زنها آسان تر است. دلی ما سخت‌تر، عصبهای ما استوارتر است. به غیر از این ما باز بعضی وسیله های تسلی بخش داریم، مثلا پاپیروس کشی، عرق خوری. آنها به هر حال غمی آدم را کمتر می کنند. همتونه میرگن جان؟ میرگن حیران بود. عرق و پاپیروس غمی آدم را کمتر می کنند؟ امروز به سیف چی شده باشد؟ چرا این خیل گپ های بی ربط می گوید؟ سیف نیز پی برد که گپی نمی شدگی گفت. بنابراین اندکی سرخ شده لب از سخن فرو بست. توقف طولانی به میان آمد. خیر، من می روم، گفت میرگن در آخر از جایش خسته. من می دانم که تو مرد حقیقی هستی، مردی متین اراده هستی، گفت سیف دست میرگن را فشرده و به چشمانش چشم دوخته. میرگن باز حیران شد. اینقدر تعریف چی لازم سیف؟ ما که 14 سال باز یکدیگر را می شناسیم، گفت با تبسم به چشمان مصاحبش نظر افکنده. انا بنابراین می گویم که مردانه باش، گفت سیف و به دست چپش یک پاره کاغذ 4 کنجه را چسباند. میرگن کاغذ را از نظر گذراند. هوش از سرش پرید. اسد، پسری یک و یگانه او، نور چشمان او، قوه روح او هلاک شده است. نه، در اینجا اشتباه روی داده است. میرگن باز به جایش نشسته یک بار دیگر کاغذ را از نظر گذراند. سیف اکنون در بالای سرش می ایستاد. سیف، گفت میرگن بعد 10 بار مطالعه کردن آن کاغذ چشمانش را بالا کرده و از پایان به بالا به کمیسری حربی چشم دوخته. مرا هم فریست، مرا هم از پس آنهایی که امروز رفتن بفریست. من خودی همین روز به آنها رسیده میگیرم. من جنگیدن میخواهم، قصاص گرفتن میخواهم، خونی فاشیستان را ریختن میخواهم، خونی فاشیستان را آشامیدن میخواهم. سیف. چشمان میرگن چون چشمان دیوانگان مدور و بی حرکت بودند. وی جسته از جایش خیست. سیف دستانش را به بالای کتفانش گذاشته سخت فشار داد و باز به نشستن مجبور کرد. بعد یک استکان آب خنک آورده به نزدش نهاد. میرگن با یک دم آب استکان را نوشیده باز به سیف چشم دوخته به التجا در آمد. سیف، جوره جان، از تو چی می رود؟ مرا هم فریست. سیف کتفانی میرگن را سیله کرده و برادروار از رخسارش بوسیده با نرمی گفت. حق ندارم میرگن جان، حق ندارم. خودت نغز میدانی که در این باره پارتیا و حکومت قرار مخصوصی دارد. تو تنها با اجازت تشکیلات های بالایی پارتیا حق داری که به جنگ روی، فهمیدی؟ میرگن با علامت تصدیق سر جنبانده از جایش خیستنی شد، اما سیف باز نماند. وی به نزد استالش آمده تگمه الکتریکی را پخش کرد. باز همان افسرک جوانی بلند بالا
در نزد در حاضر شده قامت افراخت. مرگان سلیمویچ را با ماشین من به خانه اش میبری، فرمان داد سیف، و تا ساعت 12 فردا در خدمتش میشوی. پس آمده به من عرض میکنی. مضمون افسر از فاجعه‌ای که بر سر مرگان آمده بود خبر داشت، بنابراین به جواب فرمان سیف دست به چکه برد و به نزد مرگان آمده با مهربانی از زیر بغلش گرفت. مرگان دستش را از دست افسر کشیده گرفت و کلویده به سوی در روان شد. آن افسری جوانی بلند بالا فردا قریبی های ساعت 7 به خانه سیف تلفن کرده عرض نمود که مرگان در ساعت 6:42 به موتورسیکلش سوار شده راه دوشنبه را پیش گرفت و در وقت خیر و خوش چنین گفت: به سیف گوی که از من خواطر نشود و به من قرول نماند. من خودکشی نخواهم کرد. من هنوز دیوانه نشدم. انا مرگان 1 هفته باز بیدرک بود. دوستانش از این خواطر بودند و دشمنانش خرسند. سیف هر روز 3-4 بار به امتیاز تلفن کرده مرگان را میپرسید. کاشاکوف در روزهای آخر کوشش می نمود که تمام کاروبار امتیاز را به دست خود گیرد. وی پیشتر خیلی مؤدب و نرم گفتار بود. حالا معاملش با زیردستان اندکی دخل نما و آمیرانه شده بود. مرگان در روز 8 باز در زرگر پیدا شد. موزه و تمام شینیلش لایالود بود. وی موتورسیکلش را در نزد کمیته پارتیا باز داشته راست به کابینت کاتب یکم در آمد و چند کاغذی را به بالای استال گذاشت. قاسم بابایویچ بعد مطالعه کاغذها به او چشم دوخته با مهربانی گفت: اولش مرگان جان این کار را کردن لازم نبود. مادامی که کردی اختیارت. من پیش راحت را نمیگیرم. فردا کاروبارت را به کاشاکوف سپار و تو آزاد. مرگان حرفی نگفته از کابینت برآمد. پس فردای آن روز 2 ماشینه سبکروی گاز 69 از زرگر برآمده راه دوشنبه را پیش گرفتند. در ماشین پیش در پهلوی شفیار سیف می نشست و در کرسی قفا مرگان با چشمان نیمپوش کج پهلو کشیده بود. سیف از آینه ماشین گاه گاه قیافه مرگان را مشاهده می نمود. در قیافه دوستش حالا علامت تمکین و حلم نقش بسته بود و بعضا بر لبانش تبسمی لطیفی برق می زد و زود در خود همان لحظه ناپدید می گشت. به سیف این تبسم شناس بود. در سالهای 20 کماندیر اسکادران مشهور فداییان تاجیک مرگان سلیموف که از آن باسمچیان مردنیوار می ترسیدند، پیش از سوار هجوم انا همین خیل تبسم می کرد، چون که وی آن وقتها جوان بود، سلیم بود و در دل داغی نداشت. بنابراین بریشی مرگ و وکیل آن عزراییل می خندید. اما حالا این تبسم چه معنی داشته باشد این را سیف نمی دانست. شاید در این دقیقه در پیش نظر مرگان قیافه دلکشی همسری شهیدش جلوگر می شد، یا قیافه جگرگوشه های دوست رویش، یا از حالا از نشعه انتقام حلاوت می برد. آخر برای مرد جنگی نشعه انتقام نیز حلاوت دارد و حلاوت آن از دیگر حلاوت ها کمتر نیست. سیف این را هم نمی دانست. سیف همین قدر می دانست که دوستش را برای خیلی دور و بسی خطرناک گسیلانده ایستاده است و ممکن است که آنها دیگر دیدار یکدیگر را نبینند. بنابراین با او حرفی گفتن، با حرف مسئله و یا لطیفه غم و غصه دلش را زدوده پرداختن لازم است. اما که آن حرف، آن مثل و آن لطیفه؟ مگر از گپی فچ و بیمزه گفتن خاموش نشستن اولاتر نیست؟ در ماشین دوم در کرسی پیش قاسم بابایویچ و در کرسی قفا کمال خان، کاشاکوف و رافیف می نشستند.
آنها نیز به گسیل میرگن برآمده بودند. به قول کمال خان قرض گرجدنی خود را ادا می کردند، گرچنده کسی این قرض را بر گردن آنها ننهاده بود. کمال خان تمام راه لطیفه می گفت. همراهانش بجز قاسم بابایویچ قهقه زنان می خندیدند. همه لطیفه های کمال خان درباره مکر و حیله زنان و خیانتکاری آنان بود. در دیگر موردها این لطیفه ها به قاسم بابایویچ معقول می شدند، اما برای چی باشد که امروز از آنها غشش می آمد. قاسم بابایویچ امروز فکر می کرد. درباره آدمان و خلق و اطوار آنان فکر می کرد. وی اول درباره باجه‌اش کمال خان فکر می کرد. انا کمال خان درباره مکر و فریب زنها لطیفه های فچ نقل کرده همراهانش را خندانده ایستاده است. حالان که در بعض مجلس ها و لکسیه هایش علل خصوص در توی های سرخ که در چنین وقتها او را دایما ساقی انتخاب می کردند، درباره رول زنها در جمعیت، درباره عزت و احترام زن، مادر، توفش را به 4 طرف پرانده و گلو در رانده سخن می کرد. انا حالا درباره مکر و حیله زنها لطیفه می گوید، اما آیا می داند که زنی خودش هم چندان وفادار نیست؟ آیا می داند که یعقوب مگزینچی در نبودنش گاه گاه خانه‌اش را پنهانی زیارت می کرد؟ وی قاسم بابایویچ سال گذشته در صبحدم یکی از روزهای ماه می چخیل از بالای دیوار حولیش جسته فرامدن یعقوب مگزینچی را با چشم خود دیده بود. یا رفیف را گیریم، در هر یک مجلس برآمد کرده درباره عزت و احترام کردن قانون و قاعده عراس میزند، اما مردم میگویند که بی‌ایبا پاره میگیرد. باز با کاتبه ماشینیست که هایش هم علاقه دارد. کشک پکنه باشد منصب پرستی اشدی. انا دیرکتری امتیاز شدم گفته به کرته نمیخونجد. الکه رفتار، گفتار و حتی قدمانیش دیگرگون شده است. عجب چیزیست منصب. قاسم بابایویچ به قفا برگشته با تمسخر از باجه‌اش پرسید: اگر تو به جای میرگن میشدی چیکار میکردی؟ ها، یک دختری نازنین را گرفته 10-12 تا میزایاندم. حاضر چی بسیار دختر؟ بداهتا جواب داد کمال خان که حالا هم از نشعه لطیفه هایش سرمست بود. انا تمام فلسفه حیاتی این مردک همین است. باز مردم او را عاقل و دانا میپندارند و عزت و احترام میکنند. بعضی ها میگویند که خلق به مانند رمه است و پیشوایان و بزرگان آن را به کجایی که خواهند رانده بردن میگیرند. شاید این گپ درست باشد، وگرنه برای چی کمال خان بر این آدمان را عزت و حرمت میکنند؟ قاسم بابایویچ از کمال خان چشم کنده به رفیف نظر افکند. تو چی؟ رفیف چون دید که جواب کمال خان به قاسم بابایویچ معقول نشد، با لبخند استهزاآمیز گفت: من قاسم بابایویچ میرگن نیستم و به جای او شدن هم نمیخواهم. من رفیف، بله رفیف، تمام و سلام. بله، تو میرگن نیستی و میرگن شده هم نمیتوانی، گفت قاسم بابایویچ و به کمال خان رو آورده زم نمود. تو هم. در این وقت ماشین به شهر وارد شد. قاسم بابایویچ در آن روز به همراهانش دیگر حرفی نگفت. شما романи گذشته ایامی نویسنده خلقی تاجیکستان جمعه اودینه رو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبدالله از سلسله خوانش بدیعی شنیدید. انجام گفتار 14.